همیشه دلم میخواست زندگیم یه برنامه داشته باشه، ولی هیچ وقت نمیشد. این سری میخوام یک هفته با برنامه باشم. Wake up. خب همونجوری که میبینیم من تا بیدار شدم با همچین منظره مواجه شدم و هوا به شدت ابری و دلگیر بود و غیر قابل اجرا شدن هر گونه برنامه بود. اصلا این هوا مناسب فقط واسه یه برنامه فقط بود، هوای ابری و بارون و ولی من خودم هم آوردم و بلند شدم رفتم سراغ تخم مرغ. آره میخوام اولین رودم و یعنی اول صبح رو با پروتئین شروع کنم. پس من یه تخم مرغ زدم و داشتم که بپزم اونجوری که دیدین تخم مرغ پخ و رفتم یه آبجوشم گذاشتم بعدش که یه چایی هم بخورم که اینا رو ببره. بعدش حاضر شدم برای رفتن به سر کار. آره رفتم سر کار. آره چون معمولا توی روتین نمیتونی سر کار و سر کار رو اونو قابل اجراشو بذاری کنار بحثشو و بلشی بر سر کار زندگی داره و بری سر کار. من دوشنبه تا شنبه توی این برنامه سر کار بودم. از ساعت چند بودم؟ از ساعت دیگه 9:30 تا 6:30 7 سر کار بودم، ولی تو همون این کارم یه سری چیزا رو رعایت می‌کردم. مثلا تو دقت کرده باشی من تو صبحانم قهوه رو نخورم و قهوه رو گذاشتم یه ذره کنار، یه ذره کمتر قهوه بخوریم، جاش چای خوردم. یه سری همین اگه این ویدیو باشه اینجا یه چای دارم، من همچنان دارم چای می‌خورم، ولی یه سری متریال به گفته مامانم ریختم توش دیگه. مثلا توش الان عرق نعناه. یه ذره کلا برنامه داشتن خوشمزه نیست، باب میل نیست، سخته. آره سخته. و این الان چای عرق نعناه، چای با عرق نعناه و یه ذره چای میخورم جای قهوه دمنوش میخورم. سعی میکنم خیلی کمتر توی این یک هفته خیلی کمتر قهوه خورم. تقریبا شاید 2 یا 3 بار قهوه خوردم توی این هفته. من که روزی 3 یا 4 تا قهوه میخورم. مثلا نمیخورم مثلا انگار بیدار نشدم. روز از وقتی آغاز شد که من قهوه‌مو بخورم. خب کجا بودیم؟ داشتیم میرفتیم سر کار. آره رفتم سر کار و در حین کار هیچ برنامه روتین خاصی یعنی نبود، یعنی فقط رعایت کردن بود و کارمو انجام میدادم و در حین کار گنکاری خودم هم داشتم. همونجوری که می‌بینید، یعنی فکر نکنید همونجوری ول کردم، نه، هم کارهای همیشگی ما انجام میدادم. گنکاریام هم جزء برنامه بود که گنکاریامون بود و ادامه کارم انجام دادم تا وقتی که صبح زودتر بیدار شدم بود. یعنی من ساعت 7:30 بیدار میشدم هر روز صبح و تخم مرغ که درست میکردم صبحانه میخوردم، میرفتم دوش میگرفتم و میرفتم سر کار و برمیگشتم خونه هم یه سری کار خونه رو میکردم و بعد بیهوش میشدم. و تقریبا برنامه من روتین بود، یعنی روتینم هست، یعنی تا شنبه دوشنبه هی میام شنبه عادت کردم به شنبه دوشنبه تا شنبه من روتینشو داشت، یعنی من براش برنامه خاصی نداشتم. اون برای من برنامه داشت بیشتر تا من و اما یک شنبه که خب بلند شدم با همچین صحنه مواجه شدم. بعد یه هفته نیمه ابری و بارونی و همش درگیری آب و هوایی، یه هوای صاف و عشق و حالی. خوراک اون هوا چجوری بود؟ اون مناسب غیر برنامه، ولی یک شنبه که ما می‌خواستیم استراحت بکنیم هوا مناسب هر گونه برنامه غیر تفریحی بود. یعنی اینجوری یک شنبه من آغاز شد و طبق معمول رفتیم سراغ تخم مرغ و تخم مرغ رو آغاز کردیم پلنو از یک شنبه. امروز تصمیم گرفته بودم مثلا متفاوت باشه، میخواستم یک روز با برنامه تفریحات که نه بیشتر کار داشتم. این یه روز برنامه بیشتر تایم کاری بود به جایی که کار خودم مونده بود. همونجوری که میبینید میخوایم بیفتیم به جون خونه، بریم سراغ تمیزکاری. بلند شدم تمیز کردم، کامپیوتر رو تمیز کردم دیگه، میزا رو دستمال کشیدم، خونه رو جارو دادم، تی زدم و یه طرف آشپزخونه رو تمیز کردم و بعدش گفتم همه رو تمیز کردم، یعنی هر چی که بود و نبود رو میبینید که من تمیز کردم و بعدش گفتم وقتی تمیز کردن خودمه. رفتم خودم رو تمیز کردم دیگه. اینجا رو بهتون نشون نمیدم خودم رو تمیز میکنم که دیگه ویدیو یوتیوب دارید میبینید دیگه. ویدیو رفتم دوش گرفتم، تو همین حدشو براتون گذاشتم که دوش گرفتم و اومدم بیرون. خب این کلیت برنامه بود که من واسه یک هفته انجام دادم. کوتاه شد، ولی کوتاهش کردم، یعنی خودم نخواستم زیاد کشدار بشه. این کارو کردم اون کارو کردم. مثلا هفته صبح بلند شدم آلارمش رو بدم، ویدیو رو هم کوتاه کردم خودم که ببینم مثلا این سبک ویدیو رو دوست دارین یا ندارین، ادامه بدیم ادامه ندیم این سبکو. و یه ذره زمان بر بودیم برنامه، یعنی اولین باره
که واسه یه ضبط ویدیو تقریبا 3 هفته طول کشید. یه هفته برنامه رو اجرا کردم، یه هفته ادیتش بود، اصلا یه هفته آموزش میدم که اصلا باید چجوری همچین بلاگی رو بگیرم و واسه همین یه نزدیک به 3 هفته طول کشید تا نزدیک 1 ماه و 1 هفته هم اصلا ویدیو نداشته بودم و از اون سبک گفتم یه دونه متفاوت براتون این سبک رو بذارم ببینم خوشتون میاد یا نه، که خیلی راحت میتونیم ببینید خوشتون میاد یا نه دیگه با لایکتون، کامنتتون و سابسکرایب کردنتون. و نمیدونم اگه دوست دارین چیزای دیگه، برنامه‌های دیگه، نمیدونم روتین غذایی، روتین چی داریم اصلا من برم اینو یاد بگیرم، مثلا چیزا آموزشیه. اگه دوست دارین همین سبکایی براتون اجرا بکنیم باز بکنیم که چند نفرین، یا منم یه دونه دوربین دیگه 2 نفر حساب میشه مستقیم. یه در چای عرق نعنا. ببین مزیت یعنی میدونی چیه، میخورم یه ذره خنکم میشم، یعنی همزمان که یه چای گرم دارم میخورم چای عرق نعنا رو بهتون پیشنهاد میکنم، ترکیب جالبیه. توی تابستون میخواین چای بخورین، اگه عادت دارین که وسط گرمای تابستون چای بخورین، چای عرق نعنا بخورین، میخورین یه نمه خنکتون هم میشه، یعنی یه بادی هم رد میشه. یعنی دیدید بس تابستون یه باد خنکی میاد، دقیقاً چای عرق نعنا همچین حسی رو بهتون میده. هفته رو اینجوری گذروندم و عمدتاً سر کار بودم. آره یعنی بیشتر تایمم سر کار بود. تقریبا صبحاشو فقط با برنامه بودم، شبا میومدم فقط یه چی میخورم و میشستم یه فیلم میدم و میخوابیدم، یعنی جونی نداشتم که کاری بکنم و گفتم داشتم هم این ویدیو اولین ویدیو این سبکیه من یه دارشم میشستم آموزش میدم، یعنی یادگیری هم توی این برنامه بود دیگه. تقریبا شبی 1 ساعت 1 ساعت و نیم میشستم چیزای جدید یاد میگرفتم، ویدیو یوتیوب رو میبینم، این سبک فیلمبرداری متفاوت و این زاویه بستن متفاوت دیدین. اصلا الان فکر من کجا نشستم، من رو زمین نشستم و یه داره این چیزا رو درست کردم، یعنی تو قالب این برنامه من یه داره آموزشم کار کردم، یه ذره که نه هر روز کار کردم، هر روز 1 ساعت و نیم داشتیم چیز جدید یاد می‌گرفتیم و جالب بود برای خودم. من دوست داشتم این ویدیو رو، کوتاه شد ولی باحال شد. پس تموم شد. من برم ادامه چای عرق نعنا بخورم. ویدیو لایک بکنید، کانال سابسکرایب بکنید. فعلا